هر کسی که الله متعال را یاد می کند به همه امید و آرمانهایش می رسد. همچنانی که داستان از امام احمد بن حنبل رحمه الله است که همگی من و شما میشناسیم، یک امام بزرگواری هستند. روزی امام احمد بن حنبل رحمه الله از شهر خود سفر می نمایند به شهر دیگری. آنجا می روند، ناگهان وقت نماز خفتن می شود. نماز خفتن را در یک مسجد اقامه می کنند و نماز را ادا می نمایند. بعداً می خواهند که در همین مسجد همین شب را سپری نمایند. تا دیر وقت می نشینند، اما نگهبان مسجد می آید می گوید که من برای شما اجازه داده نمی توانم که شما در این مسجد بمانید و شب خود را در اینجا سپری نمایید. چون که آن شخص امام احمد بن حنبل رحمه الله را نمی شناخت. امام احمد بن حنبل رحمه الله هرچی اصرار می کنند می گویند که برای من جا بدهید، من دیگر جایی ندارم، اما آن شخص جا نمی دهد، می گوید که اجازه ندارم. سپس امام احمد بن حنبل رحمه الله از مسجد بیرون می روند، آن طرف این طرف نگاه می کنند، می بینند که یک نانوایی در آنجا وجود دارد. می روند نانوایی را تک تک می زنند و شخصی می براید می گوید که چه خدمت بکنم. امام احمد بن حنبل رحمه الله می فرمایند من جایی برای شب ماندن ندارم، همین شب برای من شما پناه بدهید که در اینجا من بمانم. انسان شریف بوده، انسان مهمان دوست و خدا دوستی بوده، انسان مرد واقعی بوده. میگوید که تشریف بیاورید، خانه از خودتان باشد. سپس در آنجا می روند و می نشینند و جای آن امام احمد بن حنبل رحمه الله را هوار می کند. در آنجا بعد از چند دقیقه صحبت امام احمد بن حنبل رحمه الله متوجه می شوند که شخص زبانش و لبهایش تکان می خورد و به حرکت امام احمد بن حنبل رحمه الله پرسان می کند شما چی می خوانید که زبان شما و لبهای شما تکان می خورد؟ شخص نانوا می فرماید من همیشه الله متعال را ذکر می کنم و یاد می کنم، اگر چندی که دستم به مشکلات برخورده باشد من همیشه الله متعال را یاد می کنم. امام احمد بن حنبل رحمه الله خیلی متعجب می شوند، می فرمایند آیا شما ثمره همین ذکر و یاد خدا را در زندگی خود دیده اید؟ شخص نانوا می فرماید بله، چرا ندیدم؟ من همه امید و آرزویی که داشتم از الله متعال خواسته بودم، به همه امید و آرزوهای خود رسیدم، به جز یک امید و آرزویی که تا حال به آن نرسیدم. امام احمد بن حنبل رحمه الله می فرمایند آن امید و آرزوی شما چیست که تا حال نرسیده اید؟ شخص نانوا می فرماید چون که امام احمد بن حنبل رحمه الله را نمی شناسد دیگه، میگوید که من از الله متعال خواسته بودم تا اینکه احمد بن حنبل که امام بزرگوار است با آن ملاقات بکنم و آن را یک دیداری بکنم. اشک از